سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی رو میبینید. امروز سه شنبه 6 اوگوست است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. نخست از وضع باد و هوا برایتان میگوییم. هوا در شهر پراگا پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیو آزادی ابری است و حرارت دوام روز به 28 درجه می رسد. باریدن باران در نظر است. در شهر دوشنبه هوا خیلی گرم است و پیش بینی می شود حرارت تا 41 درجه برسد. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز می کنیم. در منطقه نزد مرزی ناحیه باباجان غفوروف و لیلک قرقیزستان میان ساکنان نزد مرزی نافهمی سر زده است. مقامات تاجیک میگویند سرحدبانان قرقیز نگذاشتند که ساکنان جماعت اوچه قلعچه اطراف مکتب رقمی 8 را تازه کنند. اما جانب قرقیزستان میگوید ساکنان تاجیکستان میخواستند در قطعه کارهای پاککاری انجام دهند که منطقه بحثی است. نافهمی در میان ساکنان نزد مرزی ناحیه باباجان غفوروی تاجیکستان و لیلک قرقیزستان پیش از ظهر 5 اوگوست سر زده است. غیرت جان گدابویف رئیس جماعت اوچه قلعچه روز 5 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت یک گروه از ساکنان جماعت میخواستند پیش از عید قربان اطراف مکتب را تازه کنند. اما با گفته گدابویف یک گروه از مرزبانان قرقیز مانع این کار شده. گفتند گویا این منطقه بحثی است. سرحدچیان قرقیز آمده گفتند برایت اینجا حدود شما نیست، کمتر بحث شد، اما اینجا حدود تاجیکستان است، گفت گدابویف. با گفته رئیس جماعت اوچه قلعچه سرحدبانان قرقیز در بر خود سلاح داشتند و فعلا مرزبانان تاجیک با آنها گفتگو میکنند. اما گلمیرا باروبایوا سخنگوی نیروهای مرزبانی قرقیزستان در صحبت با بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت ساکنان تاجیکستان میخواستند در مکان کارهای پاککاری انجام دهند که فعلا به کدام طرف متعلق بودنش معلوم نیست. با گفته خانم باروبایوا این قطعه بحثی است و در آنجا هیچ گونه کار انجام دادن ممکن نیست. مناقشه میان ساکنان در منطقه های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان زود رخ میدهند. در مناقشه اخیری مرزی که روزهای 22 و 23 ایول امسال میان ساکنان واروخ تاجیکستان و بادکند قرقیزستان رخ داد، یک شهروند تاجیکستان کشته و چندین نفر از هر دو جانب زخمی شدند. مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. بارهاست در منطقه های بحث طلب و نامعین ساکنان برای آب و چراگاه، راه و بازار جنگ و دعوا و خونریزی کردند. سربازان افسران ارتش خلقی آزادیخواه چین با ماشین‌های زره‌پوش و سلاح خود به تاجیکستان به هدف مشق‌های مشترک می‌آیند. تمرین‌های نوبتی ضد تروریستی تاجیکستان و چین از 8 تا 11 اوگوست در ناحیه اشکاشیمی ولایت مختار کوهستان بدخشان که به واسطه با افغانستان همسرحد است برگزار می‌شود. در این باره آژانس اطلاعاتی آزیا پلوس با تکیه به منبعش در وزارت مدافعه خبر داده است. در تمرین ها یک بتالون سربازان و افسران واحدهای زود عمل قوه‌های مسلحه تاجیکستان و یک راته ارتشی خلقی آزادیخواه چین اشتراک می‌کند. نظامیان چین روز 7 اوگوست گذرگاه سرحدی نظارتی قلمه قرسو را در مرز دو کشور می‌گذرند. نظامیان تاجیکستان و چین در تمرین‌ها عمل‌های مشترک را هنگام پیدا شدن خطر ورود تروریستان از افغانستان طریق تاجیکستان به قلمرو چین مورد تجربه و عمل قرار می‌دهند. برای اشتراک در تمرین‌ها همچنین اویاسیا، تکنیک‌های زره‌پوش، ارتلری، سلاح‌های تیراندازی نیز سفربر می‌شود. مشق‌های مشترکی به این مانند با شرکت نظامیان دو کشور ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار شده بودند. مرکز بهداشتی و واگیرشناسی شهر خوجند برای پیشگیری، پیدایش و پهنشوی بیماری‌های نهایت خوفناک از ساکنان شهر خواهش نموده است که در روزهای تجلیل عید قربان ذبح چاروا را تنها در جایهای معین انجام دهند. مقامات شهر خوجند از ساکنان دعوت نمودند که پیش از ذبح چاروا آن را از معاینه بیطاران بگذرانند. مرکز با مقصد پیشگیری، پیدایش و پهنشوی بیماری‌های نهایت خوفناک از آن جمله سوختنی، سیل، بروتسلیوز، هاری و تب خونین با نظرداشت موسم گرما که سبب احتمالی اوجگیری این بیماری‌ها می‌شود، در روزهای تجلیل عید قربان از تمام شهروندان دعوت نموده است که احتیاطکار باشند.
ساکنان در تاجیکستان روز یکشنبه 11 اوگوست جشن عید قربان و یا اضحی را تجلیل می کنند. پیروان دین اسلام در این جشن گوسفند و یا چاروائی را ذبح نموده مراسم قربانی را اجرا می کنند. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نواری نادری دارد که می خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر و یا واتساپ به ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 0566 81 است. یادآور می‌شویم که این تلفن برای گرفتن تنها پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید، ما جزئیات آن را از شما پرسان می‌شویم. رو می‌آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تیراندازی‌های گسترده را در آخر هفته در ایالات متحده محکوم کرد و گفت در کشور ما نفرت جای برای بودن ندارد. ترامپ روز 4 اوگوست به خبرنگاران در موریستاون در نیوجرسی گفت ما مسئله برطرف کردن این مشکل را بررسی خواهیم کرد و ای گفت که با دادستان کل، رهبر FBI و اعضای کنگره صحبت کرده است. در تیرپرانی ها در الپاسوی تگزاس، دیتون، اوهایو حداقل 29 نفر کشته و 10 کس جراحت برداشتند. بعضی نامزدها با وظیفه پرزیدنتی از حزب دموکرات ترامپ را در برانگیختن ضدیت نژادی ایبدار کردند که باعث کشتار شد. در شهر الپاسو، یک شهر سرحدی با اهالی سرشمار اسپانی، یک مسلح 21 ساله در مغازه والمارت پیش از تسلیم شدن 20 نفر را کشت. مقامات گفتند که گویا تیرپرانی نژاد پرستانه است و دادستان‌های فدرالی این عمل را همچون یک عملی تروریستی داخلی بررسی می‌کنند. پلیس همچنان دلیل آنکه خونریزی نژاد پرستانه بود به یک بیانیه اشاره کرد که گمانبر در اینترنت چاپ کرده است. سبب تیرپرانی در دیتون از سوی یک جوان 24 ساله هنوز نامعلوم است. ادوارد استریپرایس، رهبر هیئت اتحاد اروپا در ازبکستان، از قرار شوکت میرزیویف، پرزیدنت این کشور، در رابطه با بستن زندان ژسلیق استقبال کرد. رسانه‌های محلی می‌نویسند قرار مذکور همکاری‌های ازبکستان را با اتحاد اروپا به سطح نو خواهند رساند. میرزیویف 2 اوگوست درباره محو محبس ژسلیق در ناحیه کنگراد را امضا کرد. چند سازمان دیگری حامی حقوق بین الخلقی نیز از این اقدام استقبال کردند. استیو سوردلوف، نماینده سازمان هیومن رایتس واچ در امور آسیای مرکزی، گفت با بستن این مؤسسه اصلاحی پرزیدنت جسارت بزرگ سیاسی به نمایش گذاشت. همه شکنجه های پرسر و صدا در ازبکستان محض در ژسلیق رخ میداد. تاریخ را باید آموخت، اشتباه ها نباید تکرار شوند، گفت سوردلوف. زندان ژسلیق سالهای طولانی از سوی حامیان حقوق برای شکنجه شدن زندانیان تنقید میشد. در این محبس بیشتر زندانی های سیاسی و مذهبی نگهداری میشدند. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد هنوز در سال 2002 به ازبکستان توصیه داده بود که زندان مذکور را بندد. روز 5 اوگوست ایران با کشورهای اروپایی که در سازش هسته‌ای سال 2015 امضا گذاشتند گفت اگر این کشورها در مقابل تحریم‌های آمریکا به تهران کمک نکنند، این کشور از اجرای بندهای سازش باز هم کناره‌تر خواهد رفت. بریتانیا، فرانسه و آلمان نتوانستند پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را از بیرون روی از سازش هسته‌ای نگاه دارند. در نتیجه واشنگتن تحریم ایران را برقرار نمود. تهران اصرار می‌ورزد که برنامه هسته‌ایش هدف‌های آسایشته دارد. همچنان تهران تهدید کرده است که صادرات نفت توسط گذرگاه هرمز را متوقف خواهد کرد. 20% صادرات نفت جهان از این گلوگاه می‌گذرد. سخنگوی آژانسی هسته‌ای ایران بهروز کمالوندی میگوید ذخیره آب وزنینش را از 130 تن لیمیت بیشتر کرده است. بر علاوه ذخیره اورانی غنی کرده شده تهران از 300 کیلوگرم بیشتر شده است. شام اوگوست ماموریت محلی ولایت کراسنایارسک روسیه اطلاع داد که ترکش‌ها در انبار اسلحه متوقف شد. بعد سلسله ترکش‌های 5 اوگوست در یک پایگاه نظامی روسیه در منطقه سیبیر 12 نفر جراحت برداشتند و اهالی در مسافه 20 کیلومتر به جای امن انتقال داده شد. وزارت مدافعه روسیه میگوید که برای خنثی نمودن آتش 14 ربات را به پایگاه ارسال نموده است. منصبداران ناحیه اچینسکی کراسنایارسک میگویند جمع 11,000 نفر به مکان‌های امن انتقال یافتند. کارخانه روسال که در 30 کیلومتری پایگاه نظامی قرار دارد پس از رخ دادن این حادثه از کار باز مانده است.
در ولایت نورین قرقیزستان حدود 500 ساکنین محلی جمع شده از شرکت چینی جورج ماینینگ طلب کردند که کان سلطان سری را ترک کنند. با اطلاع بخش قرقیزی رادیو آزادی در محل تجمع نیزا سر زده، ساکنان محلی دو کارمند شرکت را لطوکوب کردند. رئیس ولایت نورین امانبای کییپوف برای گفتگو با اعتراضگران به کان سلطان سری رفته است. روز 4 آگوست سال روان نیز در کان مذکور حدود 30 چاروا پرور محلی دست به تظاهرات زده اعتراض خود را به کارکرد شدن کان از سوی شرکت چینی بیان کردند. ملیک کامیلوف نماینده شرکت چینی که در سلطان سری کارخانه استخراج معدن را بنیاد کرده است گفت اگر شرکت ضرر رسانیده باشد آماده است به آن جواب گوید. یادرس می‌شویم که 3 آگوست در سلطان سری میان ساکنان محلی و کارمندان شرکت چینی زنازنی صورت گرفت. در نتیجه 2 ساکن محلی آسیب دیده فعلا در بیمارخانه نورین قرار دارند. 12 کارمند شرکت چینی در شعبه پلیس بازپرسی می‌شوند. بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبر با درخواست شما همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان طبق قرب اسعاری که بانک ملی امروز معین کرده است. 1 دلار 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 55 درم و 1000 روبل روسی 144 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه‌های نو و جالبی ما دوام روز تقدیم شما می‌شوند. ما را همراهی کنید.